یک بشارت و مژدگانی بسیار فرحت بخش، بسیار ارزشمند، بسیار خوشحال کننده رسول صلی الله علیه و آله و سلم را تقدیم مسلمان های می نمایند که اونها مال ندارند، ثروت و اقتصاد بالا ندارند و نمی توانند یک مال را به عنوان قربانی در روز دهم ذوالحجة الحرام و اول عید قربان ذبح بکنند و شکرانه الله جل جلاله را به این شیوه به جا بیاورند، اونها دل شکسته نباشند. مسلمان های ندار و فقیر، اکثر ما فقیریم، نداریم، شاید توان قربانی کردن و ذبح حیوانی را نداشته باشیم، اما اون مسلمان فقیر بسیار خوشبخت است، اون مسلمان فقیر بسیار سعادتمند است. تو مسلمان فقیر و ندار غمگین نباش، دل شکسته نباش. محبوب ترین، برگزیده ترین، بهترین بنده الله جل جلاله، سرور و سالار انبیا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در زندگی خودشان از طرف تو امت و مسلمان فقیر و ندار خودش قربانی کرده و تقدیم درگاه الله جل جلاله نموده است. حدیث صحیح داریم در مسلم شریف، ام المؤمنین حضرت بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرماید پیامبر محبوب من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یک گوسفند قوچ فربیه ابلق را در روز اول عید قربان گرفتن، بعدش به ام المؤمنین فرمان دادن ای بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها یک کارد و چاقو برای من بیاور. حضرت بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها کارد و چاقو را می آورد به نزد رسول علیه السلام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ام المؤمنین دستور می دهد این چاقو و کارد را با یک سنگ خوب تیز و آماده بساز. بعد از اینکه اون کارد و چاقو آماده می شود و قوچ فربی ابلق را رسول علیه السلام به عنوان قربانی پاهایش را بسته است، اینجا میگوید بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الله اکبر. ای پروردگارا این قوچ ابلق فربی و قربانی را از پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از طرف اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از طرف امتان من و مسلمان هایی که توان قربانی را ندارند بپذیر و قبول بفرما. این دعای رسول علیه السلام است. برادر مسلمان فقیر، تو دل شکسته و غمگین نباش. شاید قربانی که من میکنم توان مالی دارم، معلوم نیست که الله میپذیرد یا نمیپذیرد، اما در قبولیت قربانی رسول علیه السلام شک نیست. از طرف تو مسلمان فقیر پیامبر محبوب من قربانی کرده، قربانی که قطعا پذیرفته شده، قبول شده است. بناهن این بشارت و مژدگانه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای امتش است. پیامبر بسیار دلسوز بود، بسیار مهربان بود و امتان فقیر و ندار خود را نوازش میداد، تسلی میداد و اونها را دلبالایی میداد، نسبت به اونها مهربان بود. حتی در زندگیشان تا روز قیامت یک مژده و بشارت و خوشخبری بسیار خوشحال کننده و فرحت بخش و ارزشمند را تقدیم امتان فقیر و ندار خود کرده که شما دل شکسته نباشید. توانی مالی داشتید قربانی بکنید، این که توانی مالی نداشتید شما مطمئن باشید رهبر شما، قدوه شما، پیامبر محبوب شما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از طرف شما قربانی ذبح نموده است. بنابراین این بشارت پیامبر علیه السلام برای امتان فقیر و ندارش هست.